من در یه شرایطی بودم که خیلی بد بود و تقریبا از نظر مالی هم به $190 تو حسابم پوز. 190 دلار چی؟ دلار. 190 تک دلاری. آره این دارایی من. چطور ممکنه؟ ببخشید میپرسم. من $300,000 بیانه گرفتم از این کنسرت ها ولی به دست من نرسید. خانم عسل پولا رو برداشت و در. خانم عسل بین همسرتون بوده؟ نخیر نبوده. بوده ولی طلاق دادم. آها. بله. اوکی. کمکش کردم که بتونه گرین کارتشو بگیره، این کارا رو بکنه ولی جواب خیلی بد گرفتم ازش. سالها با ایشون دوست بوده؟ بر 20 سال. 20 سال. $300,000 پول منو برداشتن و رفت. من موندم بی پول. نازلی اومد و منو برداشت آورد پیش خودش. اصلا یه نجات دهنده من. اینقدر من نازلی رو دوست دارم و هیچ جوری نمیتونم بگم که چقدر کار بزرگی کرد. و بعد من تو خونش خیلی راحتم. جف خیلی به من کمک میکنه و الانم زندگی خیلی خوبی دارم ولی همش زندگی منو نازلی داره تأمین میکنه. شما درباره $300,000 صحبت میکنید. ما داریم درباره یک اسطوره موسیقی صحبت میکنیم که 60 سال داره میخونه. این اول. و شما من فکر کنم الان خدا حفظتون کنه هیچ خواننده‌ای به اندازه شما ما نداریم که این همه مدت خوانده باشه و الان بین ماست. اوکی؟ شما دبی هفته 4-5 شب میخوندین، پول خوبم میگرفتین. من از پولش خبر داشتم. پولای مختلف خریدم. خب پولا چی شد؟ الان عرض میکنم خونه خریدم. خب بعد یه روزی محمد خردادیان اومد و یه کمپانی هرچی پول بدی 6 ماه بعد 2 برابر بهت میده. هرچی من حساب کردم دیدم این کار عملی نیست از نظر اقتصادی. فهمیدم کلاهبرداریه و بهش گفتم نکن محمد. نه اینکه حرف منو گوش نکرد. عسل وادار کرد که من خونه رو بفروشم نصفشو بهش بدم که بهش دادم. همه این پولا رو گذاشتن رفت. من سهم خودم رو گذاشته بودم کنار اونم برداشتن. گوش میدی؟ من تمام دارایی رفت به همین سادگی. همه کار بازم نمیشه فقط یه خونه آره خونه ببین خیلی من $100,000 درهم پول اون خونه رو داده بودم رسیده بود 3,5 میلیون. خب گوش میدی؟ بله. من 1,000,000 داده بودم ببخشید و شد 3,5 میلیون. بعدم اینا آتیشش زدن رفت. 1 میلیون درهم خریده بودید 3 میلیون از بین رفت. بله. خب پولای دیپوزیتای اروپا شهرهای دیگه آره جاهای مختلف. ببین من هیچ وقت نتونستم که پول اندوخته بکنم. چرا؟ و نمیشد. یه جورایی یه چیزایی پیش می اومد که نمیشد. بعدم آمدم اینجا و لس آنجلس دوباره بازم همین عسل خانم اینا پولای من رو 300 تا رو اینا رو بردن و من موندم بی پول.